امروز میخوایم خیلی صادقانه و کامل در مورد 7 نشانه اصلی افراد با هوش پایین صحبت کنیم. این نشانه ها بر اساس روانشناسی و مشاهدات روزمره جمع‌آوری شدن. یادتون باشه که هوش فقط IQ نیست و اینها مطلق نیستن. هدف آگاهی و خودشناسیه، نه تخریب و قضاوت. اگه آماده این لایکو بزنید تا بریم سراغ نشانه ها. اولین نشانه فقدان کنجکاوی و عدم تمایل به یادگیریه. این افراد معمولاً راضی به دانش فعلیشونن و کمتر دنبال چیزای جدید میرن. کتاب نمیخونن و خبرای عمیق رو دنبال نمیکنن. این گروه ترجیح میدن همون روتین قدیمی رو ادامه بدن. مثلا یکی از اطرافیانمون همیشه برنامه تلویزیونی تکراری رو میبینه. وقتی در مورد کتاب جدید یا موضوع علمی حرف میزنی سری بی‌حوصله میشه و میگه ولش کن، اینا به چه دردی میخورن. بریم سراغ دسته دوم که به تفکر سیاه و سفید معروف شدن. این نوع افراد همه چیز رو مطلق میبینن، یا کاملا خوب یا کاملا بد. خاکستریا رو قبول ندارن و درک موقعیت‌های پیچیده براشون بسیار سخته. این نوع افراد توی بحث سیاسی یا خانوادگی میگن که یا با منی یا بر علیه منی و هیچ وسطی وجود نداره و هیچ وقت هم سعی نمیکنه که دیدگاه طرف مقابل رو بفهمه یا حداقل راجبش فکر کنه. و اما دسته سوم، اینا در حل مسئله مشکل دارن. وقتی یه مشکل پیش میاد براشون، به جای فکر کردن و پیدا کردن راه حل خلاقانه تعلل میکنن، اجتناب میکنن یا همون روش قدیمی رو تکرار میکنن و دوباره به بنبست میرسن. تغییر براشون سخته. مثلا تو محیط کاری وقتی سیستم یا فرایند عوض میشه، طرف گیج میشه و نمیتونه سریع خودش رو تطبیق بده. همیشه میگه قبلا اینطوری کار میکرد، حالا چرا عوضش کردن؟ اینا چه به دردمون میخوره؟ دسته چهارم اعتماد به نفس کاذب بسیار بالایی دارن و اشتباهاتشون رو نمیپذیرن. فکر میکنن خیلی باهوشن و این در حالیه که توانایی هاشون محدوده. اشتباهات خودشون رو قبول نمیکنن و همیشه دیگران رو مقصر میدونن. از این نوع افراد خیلی دور و برمون دیدیم. کسی که بدون مطالعه عمیق نظر قطعی در مورد همه موضوعات میده. وقتی اشتباهش ثابت میشه، به جای اینکه قبول کنه، موضوع عوض میکنه یا میگه تقصیر اطلاعات غلط بود، تقصیر فلانی بود، تقصیر من نبود. اینو قبول نمیکنه. دسته پنجم افرادی هن که مدیریتشون ضعیفه. حالا چه توی زمان، چه پول، چه زندگی روزمره و مشکل جدی در برنامه ریزی دارن. اولویت بندی رو یاد ندارن. این افراد اغلب بدون فکر کردن عمل میکنن. به این مثال گوش بدین. طرف هر ماه حقوقش تموم میشه. کارا رو عقب میندازه و وقتی مهلت تموم میشه استرس میگیره و تقصیر رو میندازه گردن دیگران یا شانس بد. حالا این فرد واقعا مدیریت زمانش مشکل داره یا واقعا شانس بده؟ ویژگی بعدی آدم‌های با هوش پایین اینه که حرف زدنشون سطحیه یا از کلمات پیچیده بدون اینکه اونا رو درک کنن استفاده میکنن. این افراد مکالمه هاشون اغلب سطحی و بدون تحلیل عمیقه. گاهی کلمات سخت به کار میبرن تا مثلا بگن من باهوشم و باهوش به نظر برسن، ولی عمق درک ندارن. مثلا تو جمع برمیگرده میگه این موضوع واقعا پیچیده است، ولی وقتی جزئیات رو ازش میپرسی
جوابی نداره بده، یا فقط اخبار رو تیتروار تکرار میکنه بدون اینکه بفهمه چی پشتشه. و بریم سراغ هفتمین و آخرین ویژگی این نوع افراد. اشتباهات خودشون رو نمیبینن و بازخوردها رو شخصی و حمله میدونن و به ندرت از تجربیات درس میگیرن. مثلا طرف بعد از شکست تو رابطه یا کار به جای اینکه فکر کنه کجا اشتباه کردم، سریع دیگران و شرایط رو مقصر میدونه و هیچ تغییری هم تو رفتارش ایجاد نمیکنه. حالا اگه 7 نشانه رو خلاصه کنیم اینطوری میشه: 1. عدم کنجکاوی. 2. تفکر سیاه و سفید. 3. مشکل حل مسئله. 4. اعتماد به نفس کاذب. 5. مدیریت ضعیف زندگی. 6. حرف زدن سطحی. 7. کمبود خودآگاهی. یادمون نشه که هوش مثل عضله است. با تمرین میشه قوی ترش کرد. مثل خوندن، چالش‌های ذهنی، قبول کردن اشتباهات، یادگیری‌های مداوم. اگه این نشانه‌ها رو تو خودتون دیدین عالیه، چون اولین قدم برای تغییر آگاهیه. شما کدوم نشانه رو بیشتر تو اطرافیانتون دیدید؟ برام کامنت کنید. لایک و سابسکرایب یادتون نشه و مراقب خودتون باشین، چون از شما یه دونه است.